اومدیم لوکیشن 2. آقا پیمانو داریم اینجا، خیلی خوشتیپ. میخوایم از این طبیعت زیبا خدا دوست به همراهان خدا دوست زیبا میبینیم طبیعت ناب خداوند هستم. از این جاده مخوف بریم پایین. آقای توسی رو داریم اونجا، مسیر رو بریم تو اون دره و بندازیم بریم اونور. ما رسیدیم به جایی که ویوی خوبی داره، بعد اون رودخونه است و ما همچنان باید این جاده رو بریم پایین. رسیدیم به رودخونه اصلی، رودخونه بسیار زیبا و پر آب. مهرداد و پیمان هم اون ته دارن اسپین میکنن، من حالا میرسم بهش. بچه اولین ماهی که گرفتم، سایز ماهی ها ریزه، میخوام ولش کنم، دست تنها یکم سخته. بچه میخوایم با کر براتون ماهی جالبه شیره، حالا از این مدل نگرفتم. به واسطه یک عدد باربوس زیرا در طبیعت زیبای خداوند. افروجان هستم، یک ماهیگیر طبیعت دوست داوود خدا دوست میوه خوار طبیعت گرد کنه. بعد قبلا اینجا این آبشار یه لوکیشن خیلی خوب بوده، ولی الان متاسفانه هرچی قلاب شدن خبری توش نبود. از این مسیر میریم بالا ببینیم بالای آبشار چه خبره. چیه اینجا؟ زلال احکام. بچه طبیعت اینجا فوق‌العاده است واقعا. یه تیکه از بهشت رو مرداد برای ما اینجا آورده، رقم زده. آقا مرداد رقم زده. رقم زدی مرداد؟ الان یه ماهی هم میگیره جلو دوربین، ما لذت میبریم. متاسفانه دیگه این موردش امکان پذیر نبود. بچه ها هنوز از ماهی خبری نیست. اینجا انجیر وحشی داریم میخوریم و این پالپالایی هم که میبینید کار آقا گرازه است. طبیعت فوق العاده زیبایی اینجا، فوق العاده زیباست. رسیدیم به یه دره خیلی زیبا که عمقش هم هی بیشتر میشه و نمیشه. بچه بریم یا نریم داخل دره؟ بریم. ماهیگیری در شرایط سخت. گلو پارو میشی باره میفهمی پارو چیه؟ در جستجوی قزل‌آلای سالمند. موجبات طبیعت‌های بکر و کله ها شهلانی و ویلانان. بچه ها یادتون باشه بالا دست بهتون نشون دادم که گرازا اومده بودن زیر درخت انجیر رو پالپال کرده بودن. حالا اینا مدفوعشونه، قشنگ مشخصه که انجیر خوردن. اومدیم یه لوکیشن دیگه ای. مرسی آقا مرداد. الان درش یا مایی رو درش یا ماشاءالله آقا پیمان. بکشش بیرون. مرسی آقا پیمان. مایی رو بگی دستت به دوربین نشون بده. باختش ندیم اینجا. این چه کاریه با چوب درش بیاد؟ این چه کاریه میکنی آخه؟ گربه
چوبتو خراب کردی. نشونش بده به دوربین. دست رو کلش بردار. این آخر این ماهی رو در میدی. بابا خب دوستان عزیز، من و آقا پیمان یه ماهی دیگه هم در آوردیم. مجموعاً شد 2 تا که سایزشون خوب بود. داریم میریم بالاتر ببینیم چه خبره. فیله کردن هم تموم شد. آقا پیمان چه کرده؟ همه رو دیوونه کرده. بریم که انشالله شب کباب کنیم. انشالله که بریم شب کباب کنیم. جون بابا من نوکرم آقا. این پله برگ انجام. خب بچه ها اومدیم تو روستا جای سویت گرفتیم. ماهی ها رو طبق روش همیشگیمون مزه‌دار کردیم. میخوام بدم که پیمان برامون کبابشون کنه. این هم از وضعیت ماهی. جای دوستان خالی.